شهردار دوشنبه ترتیب استفاده وای فای را در پایتخت جاری کرده است که نظارت از بالای استفاده اینترنت رایگان در جایهای جمعیتی را بیشتر می‌کند. بر اساس یک قرار رئیس شهر دوشنبه از این به بعد استفاده از اینترنت رایگان یا وای فای ها در جایهای جمعیتی شهر دوشنبه زیر نظارت خواهد بود. یعنی از این به بعد هر نفری که می‌خواهد در شهر دوشنبه از اینترنت رایگان باغ‌ها و یا دیگر جایهای جمعیتی استفاده برد، از او نخست رقم تلفنش پرسیده می شود و با او یک پیام مخصوص روان کرده می شود که رقم مخصوص انیقترش با تنها با این رقم مخصوص می تواند با اینترنت رایگان پیوست شود. مقامات میگویند این تجربه در تمام کشورهای پیشرفته دنیا هست و آنها از تجربه کشورهای پیشرفته را استفاده بردن، اما مقامات میگویند رقم های تلفن مشتریان و آنکه آنها با کدام سامانه ها وارد میشن و یا از اینترنت چی استفاده میکنند، منظورم از اینترنت رایگانی که در باغ های دوشنبه است، با مقامات پیشنهاد نمی شود. یعنی شرکت های موبیلی موظف نیستند که چنین معلومات را به مقامات پیشنهاد کنند. ترتیبی به راه ماندن کار وای فای در دوشنبه روز 15 نوامبر از سوی رستم امامعلی شهردار دوشنبه قبول شده، تنها آغاز هفته روان رسما اعلان شد. ترتیبی نو پیش بینی میکند که کار شبکه وای فای در دوشنبه با مقصد حفظ امنیت اطلاعاتی و تامین بی‌خطری شهروندان به راه مانده شود. هدف اساسی یعنی در نظر داشتن چنین چورابینی ها در آن باشد که با مقصد تامین بی‌خطری یعنی استفاده بری شبکه اینترنتی وای فای یعنی می باشد، یعنی با سبب با مقصدهای غرضناک و غیر مقصدناک سوء استفاده نشدن شبکه اینترنتی وای فای از جانب شخصان علاهیده محض با این مقصد چنین یک چورابین‌های پیشکی یعنی در نظر داشته شده است. در کارخانه شهری هوشمند که به شهردار دوشنبه متعلق است، بر عده آزادی گفتن در صورت وارد شدن به سامانه‌های ممنوع طریق وای فای در باغ‌های دوشنبه شهروند دعوت می شود. وای فای یا اینترنت بسیم و رایگان از آغاز ماه ایول امسال در برخی از باغ‌های دوشنبه فعال شد. فعلا در باغ‌های کلان دوشنبه اینترنت رایگان جاری شده است. استفاده برندگان این اینترنت اساساً دانشجویان و اشخاصی هستند که با سبب گرانی نرخ اینترنت روی به باغ‌ها می‌آورند. خیلی مثال آزادانه استفاده بریم با خود داره. مقصد که مثال جای صورت‌های شخصی میامده ما مثال به اگر نظارت کنه اونجا ادمینا میبینن خیلی سیرای شخصی میشد در یک مثال همه شخص سیر دارد اوایان خبردار میشن برای همین میپرتیم میری دیگه چیکار میکنیم. جاری شدن اینترنت رایگان شماره مهمانان را در باغ‌های دوشنبه هم زیاد کرده است. مشاهده ما در چند باغ پایتخت نشان داد که جوانان اساساً برای استفاده از اینترنت رایگان به باغ‌ها می‌آیند. در دیگر جای‌ها اینترنت قیمت است، ما مجبوریم که وظیفه‌مون آماده از اینجا بیایم. که نظارت هم برده شود ما با اینجا میایم و از این وای فای استفاده میکنیم. با این وجود مقامات گفتند ترتیب نوع استفاده وای فای تنها به اینترنت رایگان در جایهای جمعیتی پایتخت تعلق داشته به وای فای در منزل ساکنان دخل ندارد. مسئولین شهرداری دوشنبه گفتند تلاش دارند بجز از باغ‌ها اینچنین در نقلیات‌های جمعیتی پایتخت نیز اینترنت رایگان جاری شود. تجربه‌ای که در گذشته فعال بود اما بعداً ناکام شد.